بعضی گناه میکنن نگرشون میدارن. عجیبه. چون محرمیتی دارن. اگه حالا داره گناه میکنه یه سنخیت و محرمیت داره، یه جوری نگرش میدارن. قرب یعنی این، تقرب یعنی این، آشنا بودن، مال این خونه بودن، اهل این خونه بودن. عزیزم همه تلاشت این باشه که محرم بشی، مال این خونه باشی، قواعد این خونه رو رعایت کنی، اصول این خانواده رو رعایت کنی. این خانواده خودتن، حقیقت خودتن. سبک زندگی تو نذار با فاطمه زهرا اختلاف بیفته. سبک زندگیت با خانواده آسمانیت نذار فاصله بیفته. اگه فاصله بیفته موقع برزخ دیر میرسی به خانواده. امیرالمومنین فرمودند سعادتمندترین مردم کسیه که درباره ما و در مورد ما به 5 وظیفه عمل کنه. من عرف فضلنا، اول فضائل ما رو بشناسه. دوم اخلص حبنا، محبت ما رو خالصانه داشته باشه، نه ادعایی. محبت ادعایی اون محبتی است که با عمل منطبق نیست. علی رو دوست داره اما مثل امیرالمومنین عمل نمیکنه. سیره حضرت امیر تو زندگیش نیست. بعضیا عبادت هم میکنن مثل شیطان، یه اردنگی هم میزنن اخرج فانک رجیم، برو گم شو، میندازنش بیرون. آدم باید حواسش باشه که پررو نشه، حریماشو با اهل بیت، خانواده آسمانی و خدا نگه داره که یه موقعی نندازن آدمو بیرون. سوم تقرب الی الله بنا، به وسیله ما به خدا متوسل بشن. چهارمین وظیفه فرمود عمل به ما الیه ندبنا، به حرفای ما هم عمل کنه. اگر کسی ما رو دوست داره به حرفای ما هم عمل کنه. و پنجم وانتها اما عنه نهینا، از اون چه که ما نهی کردیم و شما رو بر حذر داشتیم دوری کنید. انسان ها موقع مردن، موقع وفات، میزان قربشون و تو خود برزخ به این بستگی داره که چقدر شبیه اهل بیتن. هر چقدر فاصله میگیره سبک زندگی، دیرتر میرسی به خانواده. این فاصله میشه جهنم و دلشوره و بدبختی برای انسان، میشه نکبت. یه کسی که گفته ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت داره تو باشگاه خدا، یک کاری خلاف اصول باشگاه بهش بگم یه بابا من هیکل میافتم. مثلا ورزشکار فردا مسابقه داره، بهش میگم شب بیا بریم من به چلو کباب بدم، میگم من چلو کباب میخوام چون من هیکلم میریزه فردا سر مسابقه کم میارم. نه بابا نمیام. بیا برای یه ترشی خوب بدیم، یه کله پاچه خوب بدیم. ما ترشی و کله پاچه صدامو داغون میکنه، من فردا مسابقه دارم میخوام بخونم. باید مراقب حنجرم باشم. قاعده داره. بو بکشه یه پیشنهادی که توی این پیشنهاد قراره باشگاه بیاد بیرون اصلا قبول نمیکنم. نه نیستم، این کاره نیستم. اگه استقامت کردی، پاش وایسادی، میگه ما دوستش میداریم. خدا رحمت کنه میرزا، میگه من خیلی وقتا با خدا کاری ندارم، خدا دیگه ولم نمیکنه. میگه من با خدا کاری ندارم، خدا اصلا ولم نمیکنه دیگه، اصلا دیگه دست از سرم بر نمیده. من با این خدا یعنی زحمت نداره پیش خدا رفتن باهاش. یعنی خدا اصلا نمیذاره من جایی دیگه برم، چی منو نگه میداره دو دستی نگه. خدا اینجوری، خدا بحثی رو انقدر دو دستی نگه میداره که اصلا جایی نرن. بعضی قیمت ندارن، تا به خدا میگه ما رفتیم خدا میگه بفهمید خب برو. ولی بعضیا نه، ای بی میخوام برم خدا کجاست. یه مادر یه موقع بچه‌ش میگه برو گم شو دیگه نمیخوام بیای، این خیلی خطرناکه. بابا یه کسی بچه از خونه بندازه بیرون، یعنی خیلی وحشتناکه. ولی مادر پدر تحت هر شرطی دعوا هم بکنم میگه تو خونه دعوا کن، دعوا تو بکن، دعوامون هم میکنی ولی بیرون خبری نیست، اینجایی تو مال این خانواده است. اگه کسی رو نگه داشتن خیلی خوبه. بعضی گناه میکنن نگرشون میدارن. عجیبه. چون محرمیتی دارن. اگه حالا داره گناه میکنه یه سنخیت و محرمیت داره، یه جوری نگرش میدارن. و بعضی عبادت هم میکنن مثل شیطان، یه اردنگی هم میزنن اخرج فانک رجیم، برو گم شو، میندازنش بیرون.
آدم باید حواسش باشه که پررو نشه، حریماشو با اهل بیت، خانواده آسمانی و خدا نگه داره که یه موقعی نندازن آدمو بیرون. اگه قهر کردی نفرستادن دنبالت، اگه قهر کردی به تلفن نزدن، اگه کسی نیامد دنبالت، اگه سراغ ازت نگرفتن، بدون اوضاع خرابه. ولی بعضی اصلا نه، گرد و خاکم میکنن. ولی یکی از بزرگان میگفت رفتم یه حاجتی داشتم مدت‌ها با امام رضا، به امام ندادن. بهش گفتم اگه ندی دیگه پامو نمیذارم تو حرمت. از حرم اصلا نرفته بودم تو حرم، من فقط بهش گفتم اومدم. گفتم سوار ماشین شدم اومدم. گفت یه بعد از ظهری هم بود. زدم از تو اتوبوس نشستم اومدم. من گفت یه چند ساعت اتوبوس اومد. بعد گفتم که آخه نادون تو غیر امام کیو داری؟ آخه کجا داری بری؟ و کسی هم هست اصلا کجا رو داری بری؟ آقا غلط کردم. براده گفتم آقا نگه دار. گفت بیابون تاریک شبه. گفت آقا نگه دار. گفت پرت کردم خودمو از تو اتوبوس پایین. با غلط کردم خواست با گریه راه افتادم اومدم. گفت فقط دیدم صبح بودم چند ساعت من همینجوری اومدم رسیدم به حرم. گفتم آقا خیلی غلط کردم، من اصلا کسی رو ندارم غیر از شما، کجا برم؟ یه مشهدی بود تو کجا من اینو دیدم؟ من تو اقیانوس هند دیدم. رفته بودیم مأموریت هند، رفتیم توی اقیانوس، اونجا دیدیم یه آقایی، نمیدونستیم ایرانیه. من بعدیم نه ایرانی هم صحبت کرده، خب سلام و فلان رو گفت کدوم مشهدی ام. 40 سال حرم نرفتم. مشهدی که مشهدی نیست. بچهای شهرری رفته بودن خدمت امام صادق. آقا فرمود کجا اومدید؟ گفت ما از ری اومدیم. فرمود مرحبا مرحبا به برادران قومی ما. گفتن نه آقا ما شهر ری هستیم. حضرت فرمود مرحبا برادران قومی ما. گفت نه آقا ما عرض کردیم از شهر ری اومدیم. حضرت فرمود مرحبا به برادران قومی ما. چرا حضرت رو قوم تاکید داشت؟ چون قوم خانه 14 معصوم دیگه. آل محمد. اوش یعنی لانه، آشیانه، آشیانه 14 معصومه. برای همینم هیچ شهری از شهرهای مذهبی هیچ جا صفای قوم و حرم از معصومه نداره. یعنی شما هیچ جا نمیتونید اینقدر صفا پیدا بکنید، چون همه 14 معصوم خود خانم فاطمه زهرا هم اونجاست. هر کس میخواد بره حضرت زهرا رو پیدا بکنه زیارت کنه بره خانم فاطمه معصومه رو ببینه. حضرت میگه شما مهم نیست بچه شهر ری باشید، همین که ولایت ما اهل بیت رو دارید دیگه شهر ری محسوب نمیشید. کجایی هستید؟ همتون قومی هستید. الان ما شیعیانی داریم توی آمریکا، توی اروپا، تو آفریقا، تو آسیا، هر جای دیگه همشون قومی هست. و ایرانی هایی داریم تو این ایران، توی خود قم، تو مشهد، تو شاه چراغ، اصلا قومی نیستن. اول باید ببینی کجایی هستی. قرب یعنی این، تقرب یعنی این، آشنا بودن، مال این خونه بودن، اهل این خونه بودن. عزیزم همه تلاشت این باشه که محرم بشی، مال این خونه باشی، قواعد این خونه رو رعایت کنی، اصول این خانواده رو رعایت کنی. این خانواده خودتن، حقیقت خودتن. سبک زندگی تو نذار با فاطمه زهرا اختلاف بیفته. سبک زندگیت با خانواده آسمانیت نذار فاصله بیفته. اگه فاصله بیفته موقع برزخ دیر میرسی به خانوادت. انسان ها موقع مردن، موقع وفات، میزان قربشون عرض کردم جلسه گذشته و تو خود برزخ به این بستگی داره که چقدر شبیه اهل بیتن. هر چقدر فاصله میگیره سبک زندگی دیرتر میرسی به خانواده. این فاصله میشه جهنم و دلشوره و بدبختی برای انسان، میشه نکبت. یه کسی انقدر خوب زندگی میکنه، خدا شاهده من سراغ دارم آدمایی که انقدر خوب زندگی میکنن که وقتی میخواد اینجا بره همه 14 معصوم قبل از رفتنش میان بشارت بالا سرش.
چون همش با اینا زندگی کرده، داشته زندگی میکرده با 14 معصوم. اون لحظه فقط پرده میره کنار، نه اینکه 14 معصوم اون لحظه میان پیشش. این اصلا با 14 معصوم زندگی کرده، تمام از عمرش با این معصومین گشته، تمام دلخوشی‌هاش خانواده آسمانیش بوده، با مامانش فاطمه زهرا زندگی کرده، با باباش امیرالمومنین زندگی کرده، با آقا و اجداد طاهری زندگی کرده و به خصوص با امام زمان زندگی کرده. امام زمان و امام زمان تو چادر حضرت، با حضرت رفت آمد داره، با پدر زندهش که الان زنده است. ما با ایشون الان رابطه‌ای نداریم متاسفانه، رفت آمد نداریم متاسفانه. باید ارتباطمون رو با ایشون که زنده است برقرار کنیم. بریم بگیم آقا من بچه‌تم، الان میدونم تو آواره‌ای، طرد شده‌ای، تنهایی، غریبی، مظلومی، من الان چی کار دستم برمیاد؟ حضرت خیلی راحت بهت میگه چه کار دستت برمیاد. من در کتاب آشتی با امام زمان، در عزادار حقیقی، در بحث زیادتاشور شرح مقام محمود، در جهاد گفتم که یه خانوم، یه آقا، یه پیر، یه جوون، یه پسر، یه دختر، یه بچه چیکار میتونه برای امام زمان بکنه؟ حتی یه کسی که زمینگیره چیکار میتونه برای حضرت بکنه؟ هم خوابیده زمینگیره، هیچ کاری رو تخت افتاده، اون میتونه خیلی کار کنه برای امام زمان. همه رو توضیح دادم. وقتی اونهایی که خدمت امام زمان رسیدن گفتن آقا ما چی کار کنیم، حضرت یک کلمه فرمودن اکثر الدعا لتعجیل الفرج. زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج من. همین یک کلمه همه کارو بست. چرا؟ چون دعا کردن. اگه رسمی بخوایم دعا کنیم یعنی دروغ داریم میگیم. اللهم عجل ولیک الفرج، همین الهی آمین، بعد میریم دنبال کار زدیم. خب عجل هزینه داره. مثل کسی که خدایا بچه‌مو شفا بده، وقتی بچه‌مو شفا بده میدوه پزشکای معروفو میبینه، اینور میره اونور میره، هزینه میکنه، پول نداره، قرض میکنه، خونه‌شو میفروشه، ماشینش میفروشه، بچه شفا پیدا بکنه. خدای من کنکور قبول شم، میره کلاس کنکور ثبت نام میکنه، درسشو میخونه، تستا رو میزنه، بعدم دعا میکنه. آقا اگه تو سرطان داشته باشی، اگه بچه‌ت سرطان داشته باشه، اگه همسرت داره از دست میره، اگه ناموستو دزدیدن بردن یه جایی، بچه‌تو دزدیدن بردن یه جایی، چه جوری دعا میکنی؟ چی کار میکنی برای اینکه ناموستو نجات بدی، بچه‌تو نجات بدی؟ چه تلاشی میکنی برای این؟ به پلیس میگی، دم همه رو میبینی، دعا میکنی، اینور اونور میدوی، فعالیت میکنی، دعات هم میکنی. حضرت زد تو خال، گفت دعا کنید برای تعجیل فرج. یعنی چی؟ یعنی عملیات انجام بدید برای اومدن من، یه کاری بکنید. امام زمان به دعای ما احتیاج داره. عزیزان اگر ما بخوایم از یتیمی در بیاییم باید به دعا برسیم اول. یعنی تک تکمون برسیم به اون اضطرار و اضطراب و حالا بگیم خدایا برسونش. هر وقت تو زندگی تو جای دیگه یک کسی، یک خودت به مشکل بر بخوری، بدون چون بابا بالا سرت نیست انقدر ما داریم بدبختی میکشیم. اگه طلاق هست، اگه بدهکاری هست، اگه دعوا هست، اگه خودکشی هست، اگر فقر هست، اگر نمیدونم مشکلات دیگه هست، اگر بی‌شخصیتی هست، اگر کمبودهای عاطفی هست، همش برای اینکه ما بابا بالا سرمون نیست و یتیمیم، برای اینکه ما نرفتیم تو خانواده آسمانیمون. شما تا وقتی تصمیم نگیری تو چادر امام زمان بری، مثل مردم زمان امام حسین هستی که نرفتن پیش امام حسین. فقط اون 150 نفری که خودشون رو رسوندن به امام حسین، اونا فقط نجات پیدا کردن. بقیه مورد لعن خداوند قرار گرفتن. ما الان صدای حل من ناصری رسولانی امام زمان میاد یا نمیاد؟ نمیشنویم واقعا؟ یک کسی میتونه بگه من نمیشنوم غریبی و آوارگی و تنهای امام زمان؟ 1180 سال آوارگی؟ آواره نیست؟ کمک نمیخواد از ما؟ چرا؟ بدبختی ها مال نبودن حضرت نیست؟ چرا؟ پس باید کمک بکنیم همگی.